سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این درس میخوایم 5 تا اشتباه گرامری رو با هم چک بکنیم. این اشتباهات گرامری رو شاید مثلا ناخواسته توی جملاتمون استفاده میکنیم، ولی امروز میخوایم اینا رو یاد بگیریم و وقتی داشتیم ازشون استفاده میکردیم حواسمون باشه که این اشتباهست. خب بریم سراغ درسمون. 5 English grammar mistake. 5 اشتباه گرامری. بیشتر اوقات اشتباه کردن باعث یادگیری میشه. حالا ما 5 تا اشتباه رو میگیم که حواسمون باشه از این بعد اشتباه نکنیم. The first one. I am born in Iran. I am born in Iran. من توی ایران متولد شدم. I am born in Iran. این اشتباهست. حالا ببینیم که چرا اشتباهست. To talk about. وقتی که میخوایم صحبت بکنیم the place of birth or the date of birth. وقتی که میخوایم در مورد مکان تولدمون یا تاریخ تولدمون در واقع صحبت بکنیم، از چی استفاده میکنیم؟ use simple past یعنی از گذشته ساده استفاده میکنیم. یعنی میشه چجوری؟ I was born in Iran. اوکی؟ پس جمله ما اشتباه بود. چرا؟ چون ما از فعل to be استفاده کرده بودیم، از فعل am استفاده کرده بودیم. باید از گذشته ساده استفاده کنیم. I was born was. اوکی؟ گذشته ساده. was born برای singular subjects استفاده میشه. singular subject یعنی چی؟ یعنی در واقع فاعل هایی که مفردن. کدوما؟ I, you, he, she. اوکی؟ از اینا برای اینا در واقع was born استفاده میکنیم. were born برای چی هست؟ برای پلورال، برای جمع هاست. plural subject یعنی فاعل های جمع. چیا؟ we or they. خب این اولین اشتباهمون بود. ما به جای فعل to be باید از فعل گذشته ساده استفاده بکنیم. درسته؟ خب ما گفتیم که در مورد تاریخ و در مورد مکان تولدمون وقتی داریم صحبت میکنیم از گذشته ساده استفاده کنیم. حالا بریم سری مثال ببینیم که توی مثال چجوری میشه. I was born in 1998. من در تاریخ مثلا 1998 متولد شدم. My parents were born in مشهد. چرا were گرفته؟ چون my parents هست. My parents they. Okay? They were born in مشهد. My parents. چرا؟ چون جمع. My parents were born in مشهد. یعنی که والدین من توی مشهد متولد شدن. I was born. My parents were born. ببین چقدر جمله قشنگی شد. I was born. من متولد شدم. My parents were born. جایی که در واقع والدینم متولد شدن. Okay? To talk about when and where you were born. برای اینکه صحبت بکنیم در مورد اینکه کی و کجا به دنیا اومدیم، از was or were استفاده میکنیم. was or were plus born. was were. و با توجه حالا به در واقع فاعلمون که جمع هستش یا مفرد هستش was استفاده میکنیم یا were. Number 2. mistake یا اشتباه شماره 2. My sister has 20 years. یعنی خواهر من 15 سال است. این جمله هم اشتباهه. به نظرتون چرا اشتباهه؟ چون که وقتی ما میخوایم در مورد سن خودمون یا کس دیگه ای صحبت بکنیم، to talk about age، وقتی میخوایم در مورد سن صحبت بکنیم از فعل to be استفاده میکنیم. to be. فعل to be شامل چیا میشه؟ am و is و are. am is are plus number. am و is و are plus number. بعد یه سری وقتا ما میخوایم رسمی تر بگیم. برای اینکه رسمی تر بگیم plus years old. آخرش یه years oldی هم اضافه میکنیم و این میشه رسمی تر. حالا ببینیم چجوریه. I am 27. این قسمت اولشه. I am 27. من 27 سالمه. I am 27. I am فعل to be 27. اونم که نامبره. یا میخوایم رسمی تر بگیم or I am 27 years old. I am 27 years old. یعنی اینکه من 27 سالمه. یه مثال دیگه. He is 32. or ببین تا اینجا he is. او is چیه؟ فعل to beه و بعدش هم نامبره. He is 32. اوکی؟ اگه بخوایم رسمی تر بگیم میگیم که he or she is 32 years old.
years old. years old رو ادامهش استفاده میکنیم و رسمی تر میشه. she's 32 years old. اون 32 سالشه. یه سری مثال دیگه. she's 23. she's 23. they are 43 and 45. they are 43 and 45. they are اونا هستن. پس آرم اینجا چیه؟ فعل to be. they are 43 or 45. خب he is 30 years. he is 30 years. به نظرتون درسته یا اشتباهه؟ بله این اشتباهه. چرا؟ چون که ما باید بگیم که he is 30 یا فقط با عدد بیاریمش یا he is 30 years old. he is 30 years old. باید که با years old بیاریم. he is 30 years اشتباهه. he is 30 years old. 30 سالشه. Okay, number 3. I can't to swim. I can't to swim. I must to study hard. I must to study hard. به نظرتون مشکل این جمله چی هستش؟ چرا این یکی از اشتباه هاست؟ I can't to swim. I must to study hard. جزء اشتباه هست. خب ببین فعل can و must این دو فعل از افعال modal verb هستن. modal verb چیه؟ modal verb فعلایی هستن مثل can, could, should, would, may, might و must. خب اینا بعد از modal verb ها مصدر نمیاد. پس بعدش چی میاد؟ after modal verb بعد از modal verb ها مصدر نمیاد. infinitive نمیاد. پس based form of the verb حالت اصلی فعل میاد. پس ما نباید از to استفاده بکنیم. I can to swim اشتباهه و باید چی استفاده بکنیم؟ I can swim. Okay? I can swim. or I must study hard. I must study hard. تویی که بعد از can و must میذاشتیم حالت مصدر میداد و جمله اون اشتباه میشد. یه چند تا جمله دیگه ببینیم. I can speak English. I can speak English. I can to speak English پس اشتباه است. You can play the guitar. You can play the guitar. میتونی گیتار بزنی. I can speak English هم که یعنی که میتونی من میتونم که انگلیسی صحبت بکنم. I must teach you English language. I must teach you English language. من باید به شما در واقع زبان انگلیسی تدریس بکنم. خب رسیدیم به اشتباه شماره 4. امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشی. اگه که تازه داری کانال منو میبینی حتما سابسکرایب کن، لایک کن و برام کامنت بذار. خب بریم سراغ بقیه اشتباه شماره 4 و 5 که قراره کار بکنیم. اشتباه شماره 4. I looked but I didn't see nothing. I looked but I didn't see nothing. به نظر تو این چرا اشتباه است؟ درست از این دو تا کلمه منفی توی جمله که نمیشه استفاده کنیم. نگاتیو و نگاتیو. کدوم هاست؟ I looked but I didn't see nothing. didn't منفیه و nothing هم منفیه. دو تا منفی کنار هم اشتباه است. درستش چی میشه؟ I looked but I didn't see anything. I looked but I didn't see anything. من نگاه میکنم اما هیچ چیزی نمیبینم. ببینید didn't اینجا منفیه و anything مثبته. هیچ چیزی رو نمیتونم ببینم. I looked but I saw nothing. I looked but I saw nothing. Okay? I looked but I saw مثبت nothing منفیه. دو تا مثبت هم با هم نمیشه. مثلا چجوری؟ I looked but I saw anything. I looked but I saw anything. اینم اشتباه هستش. دو تا مثبت نمیشه. یه دونه مثبت یه دونه منفی. I looked but I saw nothing. اوکی؟ خب یه دونه دیگه ببینیم. I went to the restaurant but I didn't pay nothing. I went to the restaurant but I didn't منفیه. Pay nothing منفیه. دو تا منفی با هم نمیشه. پس یه دونش باید مثبت باشه. I went to the restaurant but I didn't anything. didn't منفی anything مثبته.
I went to the restaurant. من رفتم رستوران. But I paid nothing. I paid nothing. I went to the restaurant. رفتم رستوران. But I paid. paid اینجا مثبت هستش. Nothing منفیه. فعلمون مثبت. Nothing منفی. اشتباه شماره 5. I came here for study English. I came here for study English. میتونی بگی این جمله بر چی اشتباه است؟ اوکی. این جمله یه ذره متفاوته. بذار به توضیح بدم که برای چی. I came here for study English. هدف چیه؟ اوکی؟ هدف از این جمله چیه؟ Why did you come here? چرا اومدی اینجا؟ Why did you come here? What was your purpose? What was your purpose? وقتی داری هدف میگی، اینکه هدف چی از اومدن به اینجا، ما چجوری استفاده بکنیم؟ The reason why I came here was to study English. The reason why I came here. دلیل اینکه اومدم اینجا was to study English. این بودش که انگلیسی یاد بگیرم. اوکی؟ پس چی شد؟ To talk about the purpose of what you do. وقتی در مورد purpose داریم حرف میزنیم، در مورد هدف داریم حرف میزنیم، از چی استفاده میکنیم؟ As to. Use to. As to استفاده میکنیم. پس جمله‌مون چجوری میشه؟ I came here to study English. I came here to study English. I came here for study English. for اشتباس، باید از to استفاده کنیم. یه چند تا جمله ببینیم. I sat down to rest. I sat down to rest. اینجا هدفش از نشستن چیه؟ اینه که استراحت کنه. to rest. پس for rest نمیاریم ما. I sat down for rest اشتباهه. He went abroad to study. He went abroad to study. هدفش چی از خارج رفتن؟ He went abroad یعنی میخواد بره خارج. to study برای اینکه تحصیل کنه. پس دلیلش تحصیلشه. He went abroad for study. For study for اشتباس. جمله بعدی I'm going to Australia to learn English. I'm going to Australia to learn English. میخوام برم استرالیا که زبان یاد بگیرم. پس هدفش اینجا چیه؟ What's the purpose? To learn English. برای اینکه زبان یاد بگیرم. Thank you so much. امیدوارم که لذت برده باشید از این درس. درسمون اینجا تموم شد. این اولین درسی بودش که من اومدم در مورد گرامر صحبت کردم و یه سری نکات گرامری گفتم بهتون. امیدوارم که این نکات رو دیگه اشتباه نکنید. اگر تا حالا اشتباه میکردید حواستون باشه و از این بعد درستش استفاده کنید. اگر که دوست داشتید یا دوست دارید که ما در مورد گرامر هم صحبت بکنیم، یه همچین نکاتی رو بگیم، توی کامنت ها به هم بگید تا این سری درس ها هم در کنار درس های دیگه با هم داشته باشید. Take care. Bye bye.